ساده ترین خداحافظی در جهان دست تکان دادن، بی کلام اما همگانی. یه خداحافظی کوتاه با حواله کردن بوسه از راه دور. گاهی خداحافظی فقط یک کلمه نیست، یک نگاه، یک دست تکان دادن و قول نانوشته دوباره دیدن است. وقتی راه‌ها جدا می‌شوند، دلها هنوز به هم وصلند. راه‌ها جدا می‌شوند، اما خاطره خداحافظی همیشه همراه است. گاهی خداحافظی ساده است، گاهی عمیق و جانکاه که با نگاه عجین می شود و احساسش همیشه در قلب می ماند. خداحافظی با لمس پیشانی در نیوزیلند نشانه احترام و صمیمیت است. خداحافظی با آغوشی کوچک اما پر از احساس و عشق. راه‌ها جدا می‌شوند، اما هر خداحافظی پر از امید و انتظار دوباره دیدن است. هر دست تکان دادن پیامی است از دل که فاصله‌ها هیچگاه نمی‌تواند پیوند قلب‌ها را قطع کند. در برخی فرهنگ‌ها سرخم کردن نشانه احترام و ادب در خداحافظی است. خداحافظی با یک دست تکان دادن ساده تمام احساس را منتقل می‌کند. گاهی خداحافظی با یک آغوش بهتر از 1000 کلمه احساس را بیان می‌کند. حتی در فاصله‌های بی‌پایان فضا یک دست تکان دادن پیام دوستی و خداحافظی می‌رساند. خداحافظی با حرکات رقص شادابی و محبت را همزمان منتقل می‌کند. گاهی جدایی از آغوش هم به معنای فاصله نیست، بلکه یادآوری ارزش دوستی و محبت است. در اغلب فرهنگ‌ها گذاشتن دست روی سینه هنگام خداحافظی نشانه صمیمیت قلبی است. گاهی فقط یک شیشه فاصله است. اینجا ودا از دل برمی‌آید. بعضی خداحافظی‌ها رفتن نیست، پیمان دوباره دیدن، دوباره با هم بودن و همواره با هم زیستن است. سخت‌ترین خداحافظی‌ها همان آهی است که از دل مادر بلند می‌شوند. خداحافظی با پدر یعنی تکیه‌گاه را برای مدتی جا گذاشتن. بعضی خداحافظی‌ها از آغوش آغاز می‌شوند، اما دل را با خود می‌برند. گاهی خداحافظی فقط یک بازی کودکانه است، اما قلب پدر را می‌شکند. بعضی خداحافظی‌ها کوتاهند، اما آثارش تا همیشه می‌مانند. گاهی خداحافظی فقط نگاه کردن است و دیگر هیچ تا وقتی که فاصله‌ها همه چیز را از دید می‌برد. گاهی از ودا و جدایی شیدایی فوران می‌کند. بعضی خداحافظی‌ها نقطه پایان نیست، شروع یک مسیر تازه است. یکی می‌ماند، یکی راهی دوردست می‌شود
اما دوستی و محبت همانجا میماند. بعضی خداحافظی‌ها به ظاهر آرامند، اما سرشار از فریاد، نه با کلمات بلکه با لمس و با یک بوسه کوتاه که میگوید بی تو من هیچم. گاهی ودا گویی یک بازی کودکانه است، اما لبریز از عشق و خاطرها. گاهی خداحافظی فاصله ها را پر می کند. حتی وقتی از پشت صفحه کوچک لپتاپ با دوستی صحبت می کنیم. یک پیام، یک لبخند، یک دست تکان دادن. همش نشانه دلتنگی و احترام است.